سلام به دوستای گلم. بریم سراغ آزمون 9. 2 تا تابلو داریم که خیلیا این دوتا رو با همدیگه اشتباه میگیرن. تابلوی سمت چپ عبور ممنوع هست، ولی سمت راستی عنوانش اینه که عبور از هر دو طرف ممنوع. 1. کدوم تابلو ممنوعیت عبور وسایل نقلیه موتوری رو بیان میکند؟ جواب گزینه 4. گزینه 1 عبور از هر دو طرف ممنوع. گزینه 2 یه خودروی کشاورزی رو کشیده که عنوانش میشه عبور خودروی کشاورزی ممنوع. گزینه 3 هم میشه ورود کامیون ممنوع. سوال 2. عنوان این تابلو چیست؟ یه سرازیری میبینیم که روش نوشته شده 10%. اون 10% شیب این سرازیریه، پس عنوان میشه شیب سرازیری 10%. گزینه 4. 3. این تابلو بیانگر چیست؟ یک تابلوی اخطاری یا هشدار دهنده میبینیم که داره مشغول به کار بودن یک کارگر رو به ما هشدار میده. گزینه 1. 4. این تابلو بیانگر چیست؟ یک گاری رو داریم میبینیم، پس عنوان میشه عبور گاری ممنوع. گزینه 2. گزینه 1 هم گفته عبور خودروی کشاورزی ممنوع که توی سوال 1 براتون بررسیش کردم، تابلوش رو دیدید. 5. این تابلو بیانگر چیست؟ روی تابلو نوشته محدوده، عنوان این تابلو میشه محدوده پارک آزاد. گزینه 4. 6. این تابلو بیانگر چیست؟ سرعت توصیه شده. گزینه 3. اگه این تابلو دایره‌ای شکل بود اون وقت میشد حداقل سرعت. تا حالا به این فکر کردید اگه راهنمای ماشینتون خراب شده باشه بخواید به سمت چپ یا راست گردش کنید باید چی کار کنید؟ خب به این تصویر نگاه کنید. تصویر سمت چپ یه شخصی رو نشون میده که راهنماش خراب شده، میخواد به سمت چپ گردش کنه. برای این کار دستش رو به صورت افقی میاره بیرون. حالا گزینه 2 برای وقتیه که شما میخوای به سمت راست گردش کنی، باید دستت رو به صورت عمودی بیاری بالا. گزینه 3 هم برای توقف کردنه. شما وقتی که میخوای توقف کنی باید دست چپت رو به طرف پایین بیاری و وقتی که میخوای سرعتت رو کم کنی باید دستت رو به طور افقی، یعنی مثل گزینه 1 که افقی آورده بود بیرون، ولی این دفعه باید از بالا به پایین حرکت بدی. پس این 4 حالت رو باید حفظ کنی. حالا یه سوال راجع به دست راننده باید حل کنیم که جا بیفته قشنگ. راننده‌ای که دست چپ رو به طور افقی نگه داشته به چه معناست؟ گردش یا تغییر مسیر به چپ. گزینه 2. سوال 8. این شکل نشان دهنده چیست؟ خطوط هاشور رو دارید میبینید که یک خودرو از روی این خطوط داره حرکت میکنه، کنارش علامت ضربه در کشیده شده. این یعنی عبور از روی این خطوط ممنوعه. یه خودرو هم بالای تصویره که کنارش یه علامت تیک کشیده شده. این یعنی این که کار خودروی بالایی درسته و نباید از روی این خطوط هاشور عبور کنیم. جواب میشه تمام موارد. پس حرکت کردن از روی خطوط هاشور ممنوعه. خطوط هاشور مخصوص عبور اضطراری وسایل نقلیه امدادی می باشد. گزینه 3 هم گفته خطوط هاشور معمولاً در کناره شبکه معابر آزادراه‌ها، بزرگراه‌ها و تونل‌ها کشیده می شوند که هر سه گزینه درستن. 9. کدوم یک از موارد زیر در حین رانندگی در شب اشتباه هست؟ جواب میشه گزینه 2. ما از بوق کوتاه برای سبقت توی روز استفاده میکنیم نه شب. 10. در کدوم یک از موارد زیر سبقت ممنوع نمی باشد؟ خیلی حواستون رو به این سوال جمع کنید. گزینه 1 گفته برای اتوبوس و کامیون ها در معابر برون شهری. سبقت برای اتوبوس و کامیون ها بیرون شهر ممنوعه، پس جواب گزینه 1 که نمیشه. گزینه 3 گفته سبقت از وسیله نقلیه‌ای که در حال سبقت گرفتن است که این هم ممنوعه.
شما فرض کنید خودروی جلوییتون میخواد سبقت بگیره، پس شما حق ندارید که ازش سبقت بگیرید. پس جواب گزینه 3 هم نمیشه که اینجا به اشتباه گزینه 3 رو علامت زده. 4. در سر پیچ‌های تند و سربالایی که میدان دید راننده کمه. اینجا هم سبقت گرفتن ممنوعه، خیلی مشخصه. پس جواب میشه گزینه 2. این نکته رو فقط بلد باشید که از 50 متر مانده به پیچ‌ها تا 50 متر بعد از پیچ‌ها سبقت گرفتن ممنوعه. ولی گزینه 2 گفته از 100 متری پیچ‌ها ما نمیتونیم سبقت بگیریم که این اشتباهه. حرکت با دنده خلاص در سرازیری‌ها چه حکمی دارد؟ ممنوعه. کلاً توی سرازیری‌ها از دنده خلاص استفاده نکنید، چون که هم سرعتتون خیلی زیاد میشه، همین که دیگه نمیتونید خودرو رو کنترل کنید، احتمال داره که تصادف کنید. 12. رانندگانی که قصد گردش به راست یا به چپ رو دارند مکلفند از چه فاصله‌ای به وسیله چراغ راهنما علامت بدن؟ از 100 متری. گزینه 4. توقف وسیله نقلیه در کدام مورد زیر ممنوعه؟ گزینه 4. معابر در ارتفاع. مثلا گزینه 1 رو ببینید، گفته 100 متری اطراف چراغ راهنمایی. ما میدونیم که توقف از 15 متری چراغ راهنمایی ممنوعه. 100 متری که دیگه اشکالی نداره. 14. از چند متری بعد از پیچ ها سبقت گرفتن آزاد است. این همون سوال 10 که داشتم راجبش صحبت میکردم. پس میشه 50 متری. البته این سوال رو اگه چیزی هم در موردش نمیدونستید میتونستید به جواب درست برسید. باید بزرگترین عدد رو انتخاب کنید. آزاد راه راهی است دارای حداقل 2 خط اتومبیل رو برای هر طرف. 16. در این شکل حق تقدم عبور با کیست؟ سمت راست خودروی زرد یه تابلو رعایت حق تقدم عبور میبینیم. پس این خودرو توی خیابون فرعیه. خودروهایی که توی خیابون فرعی هستن باید اول اجازه بدن به خودروهای دیگه که حرکت کنن، بعد میتونن به حرکتشون ادامه بدن. پس اول باید آبی حرکت کنه، بعد زرد. 17. در معابر محلی و میادین شهرها حداکثر سرعت چند کیلومتر در ساعت است؟ توی میدونها داخل شهر باید حداکثر 30 کیلومتر سرعت بریم. گزینه 3. ترمز دستی معمولاً فقط روی چرخهای عقب عمل میکنه. گزینه 2. به ترمز دستی ترمز ثانویه هم میگن. اجزای موتور شامل 3 تا چیز خیلی مهمه که باید حتما حفظش کنید: سرسیلندر، میلنگ، فلایول. واسه سیستم خنک‌کاری هم یه رمزی براتون گذاشتم که خیلی راحت حفظش کنید. خنک رفت. خنک داره اشاره میکنه به سیستم خنک‌کاری. اون رفت هم داره اجزای سیستم خنک‌کاری رو نشون میده. ر یعنی رادیاتور، ف یعنی فن، ت یعنی ترموستات. حالا وظیفه ترموستات اینه که آب رو قطع و وصل میکنه از موتور به رادیاتور. این صفحه رو حفظ کنید که بریم سراغ سوالاتش. 19. کدوم یک از اجزای موتور نمی باشد؟ سرسیلندر، میلنگ و فلایول جزو اجزای موتور هستند. پس فقط سیبک جزو اجزای موتور نیست. جواب میشه گزینه 1. 20. وظیفه قطع و وصل کردن مدار آب از موتور به رادیاتور بر عهده کدام قطعه می باشد؟ مربوط به ترموستات. گزینه 3. مفهوم برچسب مقابل کدام است؟ راننده معلول. کدوم یک جزء آلاینده های هوا نمی باشد؟ اکسیژن. آلاینده یعنی آلوده کننده. میدونیم که اکسیژن یه گاز خوبه، پس نباید جزء آلاینده ها باشه. اگه توی یک سربالایی که جدول داشته باشه بخوایم پارک کنیم، فرمان رو باید به سمت چپ بچرخونیم. چرا این کار رو میکنیم؟ به خاطر اینکه اگه خودروی ما بر حسب اتفاق بخواد سر بخوره و بیاد پایین، لاستیک سمت راست به جدول گیر کنه. همین گیر کردنش باعث میشه که خودرو از یک جایی به بعد دیگه سر نخوره، نیاد پایین،
نیاد وسط جاده. حالا اگه سربالایی بدون جدول باشه، اون وقت دیگه فرمون رو باید به سمت راست بچرخونیم. کلا هدف ما اینه که خودروی ما وسط جاده نیاد، چون اینجوری خیلی خطرناکه. توی سرازیری اگه جدول نداشته باشیم شرایط غیر ایمنه، نباید پارک کنیم. اگه جدول هم داشتیم باید فرمون رو به سمت راست بچرخونیم، چون وقتی خودرو میخواد سر بخوره لاستیکش به جدول گیر کنه. حالا به تصویر بالا نگاه کنید. به نظرتون این خودرو توی سربالایی یا سرازیری با جدول یا بدون جدول؟ اگه دقت کنید میبینید که این خودرو فرمونش رو به سمت راست چرخونده. توی تصویر میتونید جدول هم ببینید. پس این خودرو توی سرازیری با جدوله، فرمونش رو به سمت راست چرخونده. این شکل بیانگر چه موضوعی است؟ این خودرو فرمونش رو به سمت راست چرخونده، پس یا توی سربالایی بدون جدوله یا سرازیری دارای جدول، که توی گزینه‌ها اگه نگاه کنید فقط سرازیری دارای جدول رو داریم، یعنی جواب میشه گزینه 2. مفهوم این تابلو چیست؟ سرعت بیش از 50 کیلومتر در ساعت ممنوع. 25. در این تقاطع حق تقدم عبور به ترتیب با کدام یک می باشد؟ توی این تقاطع ما تابلو نداریم، پس تقاطع ما هم ارزه. توی این تقاطع ها خودروی اول حرکت میکنه که سمت راست خودروهای دیگه قرار داره. قرمز سمت راست آبی قرار داره، آبی هم سمت راست زرد. پس اول قرمز حرکت میکنه، بعد آبی و بعد زرد. گزینه 3. درباره محل پارک خودرو کدوم گزینه غلط است؟ گزینه 4 گفته پارک کردن مقابل درب ورودی ساختمان ها و منازل مجاز است، که این کاملا اشتباهه. اگه مجاز بود که روی در خونه ها نمی‌نوشتن پارک مساوی پنچری. کدوم مورد از انواع آلودگی سهم زیادی از آلودگی ترافیک شهری رو تشکیل می‌دهد؟ آلودگی هوا ناشی از وسایل نقلیه موتوری. در این تصویر عمده ترین خطری که راننده اتومبیل پشت سر با اون مواجه خواهد بود کدام است؟ ممکنه که اون دوچرخه سوار یهو بیاد داخل خیابون. 29. راننده‌ای که مرتکب تصادف منجر به جرح یا فوت می‌گردد چه وظیفه‌ای داره؟ باید وسیله نقلیه‌اش رو توی همون محلی که تصادف کرده متوقف کنه، علائم ایمنی هشدار دهنده نصب کنه که راننده‌های دیگه از این حادثه آگاه بشن. جواب میشه گزینه 4. C. وظیفه تولید برق در خودرو بر عهده کدوم قطعه است؟ دینام. گزینه 3. پس کار دینام تولید برقه. ممنون که تا اینجا نگاه کردید. حتما لایک کنید که انرژی بگیرم واسه ادامه.